بریم این ساختمون پر از ایراد رو ببینیم با هم. اتصالات والپست ها کلا غلط، پایین با میلگرد، بالا با میلگرد، فاصله والپست تا ستون کمتر از 1 متر، کلا غلط. اتصالات کلا غلط، ایمنی تعطیل، طول دیوار بیشتر از 4 متر، رادار میانی نداره، فاصله تا ستون بعضی جا 7-8 سانت، استفاده از 2 تا مساله، سفال هم که اصلا عایق صوت عرض نیست، تعطیل. این جوانشه بچه ها، من زوم کنم کاملا پوک. بحث ایمنی که تعطیل. تو قسمت پله هیچ جداسازی انجام نشده، ترکیب سفال آجر این کاملا به هم چسبیده، تمام وادارا فاصلش تا ستون کمتر از 1 متر و کلا غلط. چیزی به اسم میلگرد وصل اینجا وجود نداره. اینجا بین وادار تا ستون با آجر پر شده به صورت کاملا چسبیده به هم. ضخامت اینجا هم میبینید کم، اینجا هم همینطور. مورد بعدی بچه که خیلی مشهوده، به جای اسپیسر پلاستیکی میبینید یا سنگه، از سنگ استفاده شده. خب سنگ هم 2-3 سانت بیشتر نیست، هم کاورت رعایت نمیشه، هم بعضی سنگا آهک دارن و مشکل ساز میشن. و اینم که تو طبقه همکفش هیچ والپستی شما مشاهده نمی‌کنید.